خب دوستان در کنارتون هستم با حل مسئله شماره 24 صفحه 107. قسمت الف میگه ثابت کنید در دو مثلث همنهشت ارتفاعهای نظیر برابرند. بنابراین با یک چنین شکلی مواجه هستیم، با چنین مسئله که میگه A B3 و A' B' C' با هم همنهشتن. میخواد ثابت کنیم که ارتفاعهای نظیر، یعنی مثلا AH و A'H' هم با هم دیگه برابر میشن. اثباتش به صورت در واقع با استفاده از همنهشتی دو تا مثلث ABH و A'B'H' صورت میگیره. از اینکه ABC و A'B'C' با هم دیگه همنهشت هستن، نتیجه میتونیم بگیریم که زاویه‌های B و B' با هم برابرن، همچنین اضلاع AB و A'B' هم با هم برابرن. پس در نتیجه چون زاویه‌های H و H' هم هر دو قائمه هستن، پس دو مثلث به حالت وتر و یک زاویه تند با همدیگه همنهشت و در نتیجه اجزای متناظرشون از جمله AH و A'H' هم با هم دیگه برابر. از حکم اثبات شد. اما قسمت ب میگه دو تا پاره خط AB و CD همدیگر رو تو نقطه مثل M قطع کردن، همچنین عمود منصف‌های دو پاره خط AD و BC هم همدیگر تو نقطه N قطع کردن. اگر نقطه N درون زاویه AMC باشه، ثابت کنید MN نیمساز زاویه AMC هستش. مطمئنا تو قسمت ب بعد از الف استفاده بشه. پس در واقع با یک چنین مسئله مواجه هستیم. AB و CD با هم برابرن. عمود منصف‌های AD و BC همدیگر در نقطه‌ای قطع کردن که درون زاویه AMC هستش. البته باید فکر کنم حروفش رو تغییر بدم. میخوایم ثابت کنیم که MN در چنین شرایطی حتما نیمساز زاویه AMC میشه. یعنی میخوایم ثابت کنیم که M1 و M2 با هم برابر. برای اینکه نشون بدم که MN نیمساز زاویه M هستش، نیمساز زاویه AMC هستش، کافیه نشون بدم که نقطه N از اضلاع AM و MC به فاصله یکسانه. به این صورت عمل میکنم. همنهشتی مثلث‌های ANB و همچنین CDN رو در نظر میگیرم. ببینیم همنهشتی اینو میشه اثبات کرد یا نه. برای اثبات همنهشتیش به این صورت عمل میکنیم که میگیم از اونجایی که N روی عمود منصف AD هست، پس دقت بفرمایید مثلثی که با زرد و مثلثی که با سبز دورگیری کردم رو میخوام همنهشتیشون رو اثبات بکنم. میگم از اونجایی که N روی عمود منصف AD هست، نتیجه میگیرم ND با NA برابره. و به همین صورت چون N روی عمود منصف BC هستش، پس NB با NC برابره. چون ما می‌بینیم نقطه‌ای که روی عمود منصف یک پاره خط باشه حتما از دو سر پاره خط به فاصله یکسانه. خود مسئله هم که گفته بود، فرض مسئله گفته که AB و CD هم با هم برابرن، پس دو مثلث به حالت سزل همنهشت میشن. وقتی دو تا مثلث به حالت در واقع سزل همنهشت بشن، پس ارتفاعهای نظیرشون هم با هم برابر میشه. این معنیش اینه که NH با NK برابر. وقتی که NH با NK برابر باشه، NH فاصله N از AM، NK هم فاصله N از MC. پس نشون داده شد که فاصله N از AM با فاصله N از CM یکسان هستش. یعنی N روی
نیمساز زاویه AMC پس M1 و M2 برابرن. یعنی معنیش این بود که MN نیمساز زاویه M. متشکرم. مراقب خودتون باشید.